أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید باب الحث على صور و آیات مخصوصة، یعنی که باب در مسئله تشویق کردن با قرائت کردن بعض سوره ها و بعض آیات های معین و بعض سوره و آیات های مخصوص، اینها را تلاوت کردن و خواندن. خب ما پیشتر باب خواندیم درباره خواندن قرآن در عموم خواندن قرآن و مواظبت کردن با تلاوت کردن قرآن و دور شدن از فراموش کردن قرآن یا دور شدن از خواندن قرآن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر حذر داشتگی است. اکنون در این باب مخصوص آیه ها و سوره های معین را فضیلتش میگوید، یعنی که او بابای گذشته عموم بود، خواندن عموم قرآن، اما اینجا بگیم آیه و سوره های معین. خب امام نووی رحمه الله در این زیر این باب چندین حدیث را برامون تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1008 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید ان ابی سعید رافع ابن المعلى رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید رافع ابن المعلى رضی الله عنه روایت است که گفت قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت من را رسول الله صلی الله علیه و سلم الا اعلمك اعظم سوره فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد. میگه پیغمبر برام گفت که الا اعلمك، یعنی آیا نآموزانم تو را، آیا یاد ندهم تو را اعظم سوره فی القرآن، بزرگترین سوره که در قرآن هست، قبل ان تخرج من المسجد، پیش از آنه که خارج شوی از مسجد، یعنی پیش از برآمدن مسجد بزرگترین سوره قرآن را آیا برای تو تعلیم ندهم؟ میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم برام این طور گفت. فاخذ بیدی، پس میگه گرفت پیغمبر دستانم را. فلما اردنا ان نخرج قلت، پس زمانی که خواستیم که از مسجد ببرایم گفتم، میگه پیغمبر را، یعنی این سخن را گفت، شاید در اینجا با چه کار مشغول شدند و اکنون میخواستند از مسجد ببراین. ابو سعید میگوید که گفتم که یا رسول الله اینک قلت، میگفتم که ای رسول الله هر آینه تو گفتی که لأعلمنک اعظم سوره فی القرآن، یعنی حتما تو را یاد میدهم، برای تو می آموزانم بزرگترین سوره که در قرآن هست. یعنی برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه یادرس کردم. قال، پیغمبر گفت که الحمدلله رب العالمین، یعنی همون سوره الحمدلله رب العالمین است. حمد و ستایش خاص الله را که پروردگار عالمیان هست. هی سبع المثانی، میگه پیغمبر گفت که همین، یعنی همین سوره الحمدلله رب العالمین از سبع المثانی است، یعنی دارای 7 آیت است، 7 آیت دارد. والقرآن العظیم الذي اوتیته، و گفت همین سوره فاتحه، سوره الحمد، قرآن بزرگی هست که به من داده شده است. یعنی خود همین سوره فاتحه قرآن بزرگی هست که برای من داده شدگی هست. یعنی که در سوره فاتحه تمام خلاصه قرآن دیده می شود، تمام خلاصه قرآن دیده می شود. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که والقرآن العظیم الذی اوتیته، یعنی قرآن بزرگی است که به من داده شدگی هست. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. خب این بود
یعنی که بزرگترین سوره قرآن که سوره فاتحه است، یعنی که در سوره مخصوص فضیلت مخصوص سوره فاتحه. بعد از این حدیث 1009 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله احد. از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت درباره قل هو الله احد، یعنی درباره سوره اخلاص، والذی نفسی بیده، یعنی قسم به ذاتی که نفس من به دست اون هست، انها لتعدل ثلث القرآن. میگه که هر آینه همین سوره فاتحه برابر است به سه قرآن، یعنی که برابر است به سه قرآن. همین قدر سوره بزرگی هست سوره اخلاص، سوره قل الله احد، که با سه قرآن برابر هست. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لاصحابه، میگه هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن برای اصحابش ایعجز احدکم ان یقرأ بثلث القرآن فی لیلة، گفت آیا ناتوان است هر یکی از شما که بخواند، یا یکی از شما که بخواند ثلث القرآن فی لیلة، سه قرآن رو در یک شب، یعنی آیا ناتوان است یکی از شما که سه قرآن رو در یک شب بخواند؟ فشق ذلك علیهم، پس میگه این دشوار شد، یعنی که سختی آورد این مسئله بالای اصحاب پیغمبر. یعنی اصحاب پیغمبر تعجب کردن، گفتن مثلا سه قرآن رو در یک شب خواندن، یعنی که شق علیهم، یعنی که دشواری بالای اینها آورد. و قالو، و گفتن اصحاب که ایونا یطیق ذلک یا رسول الله، گفت کدام ما توانایی این رو دارد ای رسول الله، یعنی کدام ما میتواند که در بگیم هر شب یا در یک شب سه قرآن رو بخواند؟ فقال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که قل هو الله احد الله الصمد ثلث القرآن، یعنی گفت قل هو الله احد الله الصمد سه قرآن هست، این سوره سه قرآن هست. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. قل هو الله احد، یعنی بگو که اون الله یگانه است، الله الصمد، الله تبارک و تعالی بی نیاز است. و این سوره این فضائل رو دارد، یعنی که برابر به سه قرآن هست. بعد از این حدیث 1010 و عنه ان رجلا سمع رجلا یقرأ، میگه که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که مرد شنید مرد رو که میخواند قل هو الله احد، سوره قل الله احد رو میخواند، یرددها، اون مرد میگه تکرار میکرد همیشه سوره قل الله احد رو. فلما اصبح جاء الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فذكر ذلك له، پس زمانی که میگه شب روز شد، وقتی که اصبح روز شد، جاء الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، همون مردی میشنیدگی میگه آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فذكر ذلك له، پس یادآور شد این مسئله را در نزد پیغمبر، یعنی که پیغمبر گفت که همون مرد رو شنیدیم که بسیار تکرار میکند سوره قل هو الله احد رو. و کأن الرجل یتقالها، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس گویا که میگه همین مرد شنیدگیه که اون مرد دیگر رو میشنید که همیشه سوره قل الله احد رو میخواند و تکرار میکند. یتقالها یعنی ناچیز دانست یا کم ثواب فکرش کرد، تصور کرد که سوره قل الله احد ناچیز است یا کم ثواب، ثوابش کم است. از این حساب این مرد نزد پیغمبر اومد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم،
و پیغمبر صلی الله علیه و سلم پس برای این مرد گفت که والذی نفسی بیده، یعنی قسم به ذاتی که نفس من در دست اون هست، انها لتعدل ثلث القرآنی، گفت هر آینه همین سوره قل هو الله احد برابر است به سه قرآن. یعنی که این سوره خیلی سوره بزرگ است، این سوره خیلی سوره پر ثواب هست که برابر به سه قرآن هست. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 1011 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فی قل هو الله احد، میگه از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند درباره قل هو الله احد انها لتعدل ثلث القرآن، گفت هر آینه همین سوره قل هو الله احد برابر به سه قرآن هست. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 1012 و عن انس رضی الله عنه ان رجلا قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است هر آینه مرد گفت یا رسول الله این احب هذه السوره، گفت ای رسول الله هر آینه من دوست می‌دارم، گفت همین سوره را، یعنی سوره قل هو الله احد را، قل هو الله احد، گفت همین سوره قل هو الله احد را من دوست می‌دارم. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم براش گفت که این حبها ادخلک الجنه، گفت هر آینه محبتی تو بر این سوره، یعنی دوست داشتنی و محبتی که تو به سوره قل هو الله احد داری، ادخلک الجنه، تو را می درارد به جنت. این سوره محبتی به این سوره داشتگی تو را داخل جنت می گرداند. یعنی که این سوره چقدر سوره بزرگ بوده است که حتی بگیم محبوبش را داخل جنت می گردانده است. رواه الترمذی، امام ترمذی را این حدیث را روایت کرده است و قال حدیث حسن، و این حدیث را گفته است که حدیث حسن است. و رواه البخاری فی صحیح تعلیقا، این حدیث را همچنین امام بخاری هم روایت کرده هست، اما معلقاً روایت کرده است، یعنی که سند چه ذکر کردگی نیست، فقط گفته است که قال عن انس قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا قال رسول الله، یعنی که سند ذکر نکنه میگن معلق. پس امام بخاری رحمه الله هم روایتش کرده است به سند. خب بعد از این حدیث 1013 و عن عقبه بن عامر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه که از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الم تر آیات انزلت هذه اللیله لم یر مثلهن قط، گفت که آیا ندیدی تو آیات هایی را که نازل شده است همین شب. الم تر را می شود بگیم آیا ندیدی، یا می شود بگیم آیا نشنیدی. آیا نشنیدی آیات هایی را که نازل شده است همین شب؟ لم یرا مثلهن قط، یعنی دیده نشده است همانند این آیات ها هرگز. یعنی امشب یک آیات های نازل شد که به مثل این آیات ها هرگز نازل شدگی نبود. اون آیات ها کدام است؟ قل اعوذ برب الفلق، یعنی سوره فلق است، و قل اعوذ برب الناس و سوره ناس است. این دو سوره هست که الله سبحانه و تعالی نازلش کرده از گو پیغمبر صلی الله علیه و سلم. قل اعوذ برب الناس، یعنی بگو پناه طلب میکنم به پروردگاری، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه طلب میکنم به پروردگاری صبح. فلق شکافتن بگیم روشنی تاریکی شب رو میگن، یعنی صبح صادق که سحر صبح میدمه دم رو فلق میگن. و قل اعوذ برب الناس، و بگو پناه طلب میکنم به پروردگاری مردم. خب رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده که هست. بعد از این حدیث 1014 و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بهما و ترک ما سواهما. یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی میگه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یتعوذ من الجن، یعنی پناه طلب میکرد از شیطان، جان یعنی که جین، از جین و شیطان پناه طلب میکرد، و عین الانسانی، و از چشم انسانیت، از حسد چشم یا که از گرفتن چشم، از گرفتن چشم انسانیت همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم پناه طلب میکرد. حتی نزلت المعوذتان، تا زمانی که نازل شد این دو سوره معوذات، یعنی قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق میگه نازل شد. فلما نزلتا، پس زمانی که هر دی این سوره نازل شدن، اخذ بهما، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه گرفت پناه طلب کردن را با همین دو سوره، یعنی در جای ذکرهای شاید پیشتر میگفت یکون الفاظ معینه را میگفت، وقتی این سوره که نازل شد اخذ بهما، این دو سوره را مخصوص پناه طلب کردن از جن و از چشم انسانیت قرار داد. و ترک ما سواهما، و ترکت غیر این دو سوره را، یعنی اون ذکرها و یکون الفاظ و یکون کلماتی که پناه طلب میکرد اون کلمات رو میگه ترک کرد و این دو سوره را بگیم گرفت. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، روایت کرده است این حدیث را امام ترمذی و گفته است که حدیثی حسن می باشد. خب بعد از این حدیثی 1015 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من القرآن سورة 30 آیة شفعت لرجل حتى غفر له و هي تبارك الذي بيده الملك. میگه از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من القرآن سورة، یعنی در قرآن سوره هست، در قرآن یک سوره هست 30 آیه، اون سوره گفت 30 آیت دارد، دارای 30 آیت است. شفاعت لرجل حتی غفر له، یعنی شفاعت میکند برای مردی، یعنی برای خواننده‌اش، هر کسی که این سوره را میخواند اون خواننده‌اش را شفاعت میکند حتی غفر له، تا اندازه‌ای که بخشیده میشود برای اون خواننده‌اش، یعنی که شفاعتش چنان قوی است که مقبول میشود و خواننده‌اش را به بخشش الهی نزدیک میکنه که زیر بخشش الهی قرارش میدهد. و همون سوره که دارای 30 آیت است تبارک الذی بیده الملک است، یعنی که سوره تبارک است، سوره ملک است. تبارک الذی بیده الملک یعنی که مبارک و بزرگ است همون ذاتی که بیده الملک، یعنی در دست اون هست پادشاهی و در دست اون هست تمام دارایی ها. خب رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود روایت کرده است و ترمذی و همچنین امام ترمذی هم این حدیث را روایت کرده است و قال، و امام ترمذی گفته است که حدیث حسن، حدیث حسن است. و فی روایت ابی داود، و در یک روایت دیگر در ابو داود تشفعو آمدگی است، همون جایی که گفت که من القرآن سوره 30 آیه شفاعت، در جای همون شفاعت تشفعو هست. شفاعت فعل ماضی است، شفاعت کرد، اما تشفعو فعل مضارع است، یعنی شفاعت میکند. با این لفظ نازل شدگی است. هرش خلاصه شفاعت کردن یا که پذیرو بگیم سببی زیر رحمت و بخشش الهی قرار دادن بنده می شود. خب بعد از این حدیثی 1016 و عن ابی مسعود البدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو مسعود بدری رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقره فی لیلة کفتاه،
میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کسی که بخواند 2 آیت از آخر سوره بقره فی لیلتین در یک شب، یعنی هر شب هر کسی 2 آیت آخر سوره بقره را بخواند، کفتاه، یعنی که برای این انسان بسنده است، کافی است همون 2 سوره. متفق علیه، این حدیث متفق علیه است. اکنون کافی است یا بسنده است، از چی بسنده است؟ امام نووی رحمه الله این قول رو توضیح میده. میگه قیل، گفته شده است، یعنی یکی از معنای بسنده است کفتاه، معناش این است که کفتاه المکروه تلک اللیلتی، یعنی که بسنده است، کافی است برای اون انسان بدی هایی که در آن شب هست، یعنی که اون انسان را سبب مانع شدن از بدی های اون شب می شود، اون انسان را دور می دارد از بدی های اون شب. این یک معنوش است. میگه و قیله، و بعضی گفتن که معنای دیگرش کفتاه عن قیام اللیلی، یعنی هر کسی که پیش از خوابش سوره تبارک را بخواند و خواب کند، بعضی گفتن که بسنده است و کافی است برای خوانندش از قیام لیل، یعنی که ثواب قیام لیل براش نوشته می شود و ثواب قیام لیل براش داده می شود. این بود حدیث 1016. بعد از این حدیث 1017، این حدیث 1017 را انشاءالله ساق سلامت باشیم درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون و همین درس امروزه را به پایان میرسونیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.